салом бинандагони азиз, барномаи ахбори озодӣ аз студияи марказии радиои озодӣ тақдими шумо мешавад. имрӯз ҷумъа 21 май аст ва ман Абдулло Ашуров ҳастам ҳамроҳатон. ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳои барномаи имрӯз. ҳукми иҷро гирифтани оташбас миёни фаластиниён ва Исроил сокинони Ғаззаро хушҳол кард. рӯзгори сахти Амир Ҳамза Ҳалимов, охирин гурезаи ҷанги шаҳрвандии Тоҷикистон ва хонаводаи ӯ дар Афғонистон. فعلا ما آشپزخانه نداریم، تشنام نداریم، همه چیز ما عمومیه. قطعی مردان از برای خدا همه اینا خیراته، تا کالای جانم خیراته. مقامات در شهر دوشنبه موجگیرهای پارابولی را برمیچینند. ساکنان میپرسند چگونه شبکه‌های تلویزیونی دوست داشتهشان را تماشا کنند. از بالا میتوبد هم راه میگذارن، مهمانا میبینن، در تنی دیوار زدگیان. بعد یک ترتیب شهرداری دورای پیش بود به ترتیب موندن کردن. هزاران نفر از فلسطینیان در شهر غزه به خیابان‌ها ریخته و سازش آتش‌بسی را تجلیل کردند که بعد جنگ 11 روزه حکم اجرا گرفت. در جنگ بین تندروان حماس و نیروهای اسرائیل 200 نفر کشته شدند. سازش آتش‌بس صبح 21 مای به اجرا درآمد زمانی که ده‌ها هزار نفر از فلسطینیان برای ادای نماز جمعه در مسجد الاقصی در بیت المقدس جمع آمدند. جایی که زیارتگاه و مکان مقدس برای مسلمانان به حساب می رود. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از این سازش که با میانروی مصر حاصل شد ستایش کرد و گفت که جنگ با شرافت گفتگوهای پیدرهمی مقامات سطحی عالی آمریکا، مصر، اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین خاتمه یافته است. ساعت 2 بامداد هزاران نفر به کوچه‌های غزه ریختند. جوانان فلسطینی پرچم‌های حماس را الوانج می‌دادند و آتش‌بازی می‌کردند. استقبال و شادی از سازش آتش‌بس در بیت المقدس شرقی و هم در کناره غربی رود اردن نیز صورت گرفت. مقامات در شهر دوشنبه به برچیدن آنتن و یا موجگیرهای پارابولی ساکنان شروع کردند. قبلا مقامات از ساکنان خواسته بودند داوطلبانه موجگیرهای خود را برطرف کنند، چون به قول آنها دوشنبه را نازیبا می‌کند. ساکنان میگویند با برچیدن موجگیرها از امکان تماشای شبکه‌های تلویزیونی مختلف و سرچشمه‌های مستقل اخبار محروم میشوند. چرا این موضوع در گزارش همکارم امرالدین علیموف از شهر دوشنبه. این آگاهنامه 2 هفته پیش پشت درآمدگاهی چندی از بناهای استقامتی در خیابان رودکی پایتخت آویزان شده، در آن از ساکنان خواهش کرده شده است که موجگیرهای ماهوارویشان را از بالای بام بناها برچینند. بعضی را خود ساکنان، بعضی دیگر را مقامات کندند. چی میگوی خب کار قانونه، دولته، چیکار کار میشه؟ بعد یگان گپ هست که کندن. همون کامورا گفتن که هم طوریش خانه را بزیب میگیره. خب کوزی هم چور کانال تماشا داریم چی گپ نه؟ در آگاهنامه به ساکنان تا سنه 16 مای مهلت داده شده بود. بعد انجام این مهلت، کارمندان تکنیکی اداره منزلی و کمونالی خود به چیدن موجگیرها و تازه کردن بام بناها شروع کردند. در همین منطقه در همین منطقه گذشته 150 تا قریب استماد کردیم. در همین 3-4 دام در MJK دامای قیراقم و دامای سرخ و دامای زرد اونجا 800 ما هم ترامای گذشته استفاده کردیم. همشون بعد در موج استقلال هم اینترنت و چیز همین چیزا خوش شدگیان. برخی از ساکنان در صحبت با رادیوی آزادی گفتند موجگیرهای آنها را از بالای بام پرتافتند که کار ناشایم شده است. بعضی دیگر گفت نمیداند موجگیرش در کجاست. این موجگیرهای ماهواره‌ای را از بالای بام چند بنای استقامتی در مرکز شهر دوشنبه خیابان رودکی برچیده آورده در نزد اداره پلیس منطقوی گذاشتند. مسئولان گفتند که صاحبان این دستگاه‌ها می‌توانند هر لحظه آمده اینها را بگیرند، اما باید به جای این موجگیرها از موجگیرهای آلترناتیوی و یا سیمی استفاده برند. کارمندان اداره کمونالی ناحیه اسماعیل سامانی گفتند بودن چنین موجگیرها در بناهای مرکزی پایتخت حسن دوشنبه را کاسته می‌کند. از بالا میتوبد هم راه میگذارن، مهمانا میبینن، در تنی دیوار زدگیان. یک همین خیلی شهرداری باید یک ترتیب شهرداری رعایت کنیم. برخی حقوقشناسان میگویند ساکنان حق دارند بام بنای استقامتیشان را که خصوصی است استفاده برند و موجگیرهای خود را در آنجا گذارند، اما با قول آنها این عمل مقامات هم غیر قانونی نیست. وابسته به آن که اگر که محدود کرده شوند استفاده همین گونه
محورها از جانب میگم یا که حکومتیایی که مقامات اجرایی محلی حکومتی دولتی میتونن سندهای معیاری حقوقی قبول کنن که اگر که همین چیز با سیمای ظاهری شهر اگر که خبر رسانند که سیمای ظاهری شهر میگم اونقدر زیبا نشون نمیتاد میتونن که همین گونه قرارها قبول کنن. برچیدن موجگیرهای محوروی از بوم بیناهای استقامتی در کوچه‌های مرکزی پایتخت از سال گذشته شروع شده بود. برخی از ساکنان از آن گفتند که این عمل حقوق دسترسی آنها به اطلاع را محدود می‌کند. ادعایی که مقامات رد می‌کنند و میگویند ساکنان امکان وسیع استفاده از موجگیرهای دیگر سیمی و اینترنتی را دارند. امریدین علیموف، علیشیر ظریفی، رادیو آزادی، دوشنبه. بیننده ارجمند، اینجا نگاه به محتوای برنامه گپ آزاد میاندازیم. همکاران ما این دفعه درباره تلاش‌های کمک به آسیب دیدگان جنگ در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان بحث آراستند. اگر یادتان باشد، پس از یک درخواست مقامات رسمی از جامعه شهروندی برای فرستادن پول کمک به یک حساب دولتی، فعالان این کمک‌ها را به خیرخواهان برگرداندند. همکارم میرزانبی خالقزاد در این برنامه مسئله را با سید جعفر عثمانزاده رئیس حزب دموکرات و وکیل پارلمان و عبدالملک قادروف کارشناس تاجیک در میان گذاشت. شما وکیل پارلمان یعنی نماینده مردم هستید، نماینده هم مردمی هستید که آسیب دیده است. آیا وکیلای پارلمان حق ندارن که وزارت مالیه را دعوت کنن وزیر را و به اون سوال جواب کنن؟ این حق را شما ندارید؟ اونا دعوت کردن مثلا وزارت مالیه، وزیر مالیه، جانشین وزیر مالیه، خب در اونجا باید ساختار مخصوصی دیگر است که حسابات وارد می شوند. با نماینده پلات حساب در سرکمیته این مسئله چندین بار بررسی شد. تعداد خیرخواهان این گونه گروه ها زیاد شده ایستادند. به خاطر چی؟ به خاطر آنکه هر یک تین پوچکی که هر یک پول پوچکی که به این گروه وارد می شود آشکار شفاف صرف کرده می شود و این گروه ها از هر یک تین صرف کردگیشون در شبکه های اجتماعی با خیرخواهان خود حسابات می دهند. من بسیار میخواهم که حکومت ما هم همین فعالیت دوام از این چیز درس گیرد، از این عبرت گیرد و همین گونه فعالیت براه ماند تا اینکه ما مردم پول خودمان واقعا هم با دل پر با اعتماد کامل با این صورت حساب وارد کنیم. تشکر. جناب عثمانزاده، نظری شما چه است؟ مرحمت. درست میگوید مردم، در واقع درست میگوید. کمک بشر دوستانه مثلا وقتی که مناسبت بین دو دولت می شود در آن وقت حکومت سر کار می گیرد. وقتی که در جامعه شهروندی این حادثه رخ می دهد قانونگذاری را معنی نکرده است. در این حالت 100% مردم درست می گوید باید نیروهای حکومتی باید کمک میکردند. برای رسیدن همین کمک مکانیزم می ساختند. خب در اینجا کمبودی از همون نفرهای هست من چطوری که گفتم که وابسته به مناسبت جامعه شهروندی و حکومت معین میکنن، یعنی متخصص و کارمندان حکومت است که این کار باید که اونا تشکیل میکردن. بیننده ارجمند، برنامه گپ آزاد فردا روز شنبه ساعت 8 به وقت دوشنبه و 10 به وقت مسکو در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب، وبسایت رادیو آزادی و صحیفه های ما در فیسبوک و اینستاگرام نشر می شود. امیر حمزه حلیموف زاده تاجیکستان یکی از آخرین پناهجویان تاجیک است که در زمان جنگ داخلی به افغانستان فرار کرد و هنوز هم آنجاست. برادران و خواهران او بعد ختم جنگ برگشتند، ولی او از ترس آنکه کشته می شود به تاجیکستان باز نگشت. امیر حمزه حلیموف 53 ساله زاده روستای جرقرغان ناحیه قبادیان خواست شهروندی افغانستان را گیرد، اما پاسخی رد گرفت. بخش افغانستانی رادیوی آزادی درباره روزگار سخت این پناهجوی تاجیکی 29 سال باز در کابل است گزارش تهیه کرده است که حالا آن را با هم می‌بینیم. خسته شدم، میخوام منم انسان باشه، مثل انسان زندگی کنم. به خاطر سختی‌های 29 سال پناهجویی در افغانستان اشک می‌ریزد. 6 سال می شود که این خانواده تاجیکستانی در این اتاق کوچک در هتلی در گوشه از شهر کابل زندگی می کنند. مثل یک بندی هستم. فعلا ما آشپزخانه نداریم، تشنام نداریم، همه چیز ما عمومیه. قطعی مردا از برای خدا همه اینا خیراته، تا کالای جانم خیراته.
همسری او از مخالفان سیاسی پیشین حکومت امامعلی رحمان در تاجیکستان است. 29 سال پیش ناگزیر به ترک تاجیکستان شدند. عبدالله و محمد با 3 پسر دیگری این مرد و زن در افغانستان تولد شدند. میگویند که صنف 12 مکتب را در لیسه حبیبیه کابل تمام کردند، اما به علت نداشتن مدرک دولت گواهی نامه های آنان را نداده است و تنها با همین تقدیرنامه های افتخاری به فردای بهتر امید بستند. بزرگترین آرزوم بود که تحصیلات خود ادامه بدم، به خاطر که در مکتب یک شخص فعال بودم، در درجه بودم. البته دیگه از همین خاطر یک ارمان بزرگ من داشتم که تذکیره و گپا نداشتم از هیچ ارگانی. افغانستان قانون پناهندگی ندارد که بر بنیاد آن حقوق پناهجویان تعریف گردد، اما برای خارجیانی که بخواهند شهروندی افغانستان را بگیرند احکام قانون تابعیت روشن است. قانون تابعیت موضوع شهروندی مربوط به اتباع یک کشور را مورد بررسی قرار میده، اما قانون پناهندگی آن عده اشخاصی را که بیرون از کشور به خاطر موضوعات سیاسی، نظامی و تهدیدات امنیتی به افغانستان پناهنده میشن، موضوعات از اونا را مورد بررسی قرار میده. دولت افغانستان در این باره حاضر به گفتگو نشد، اما وزارت عدلیه تاکید می‌کند که این شهروندان خارجی اگر تمایل به گرفتن تذکره تابعیت داشته باشند درخواست‌هایشان بررسی خواهند شد. اکنون با بدتر شدن اوضاع در این کشور این خانواده میگوید که دیگر زندگی برایشان در افغانستان خطر آفرین است. قضیه ما تحت دوران است. در یونیسیار چندین بار رد کردن قضیه ما را که شما هم باید به تاجیکستان برگردیم. اگر بگردیم خدای نخواسته یا زندان است یا که قتل است، مرگ است برای ما. دفتر یونیسیار در افغانستان نیز به تماس‌های مکرر ما در این باره پاسخ نداد. سالها مهاجرت کانون گرم خانوادگی را از آنان گرفته است. اینان در افغانستان، 3 پسرشان در تاجیکستان و روسیه و دخترش در پاکستان آواره هستند. 3 سال حبس سکونتی برای مرگ یک انسان بی‌عدالتی است. با این دعوا پیوندان یک افسر کشته شده پلیس از حکم دادگاه شکایت و به زینه بالایی مراجعت کردند. آنها میگویند تصادف بودن حادثه اثبات نشد. تفصیلات در گزارش مولا رجب یوسفی و شهلایی عبدالله. 11 مای قبول شده این قرار. ما 20 شکایت آوردیم از بالایش. خالق نظر جمعیف میگوید 4 ماه باز در پی مجازات عاملان قتل برادرزاده اش است. وی حکم اخیر دادگاه را نپذیرفت و آن را بدلیل نامید. شاهدی پیدا نشد، هیچ دلیلی را پیشنهاد نکردند که واقعا تصادف بودن حالت را تصدیق کند. مثلا سخن درباره 1 تیر نه 2 تیر می رود. امکان پروندن تصادفاً 2 تیر این به نظر ما خیلی شبهه آور است. دوم این که شاهدانی را به سود پیشنهاد کردند که هیچ یکی از آنها حالت را ندیدند، فقط صدای تیر را شنیده آمدند. جانب دیگری بحث به این گفته ها راضی نیست. سنگک صبوروف وکیل دفاع عیبدار شونده نسیم امیرزاده در صحبت تلفنی گفت حکم عادلانه است، چون شخص زیر حمایه او هم خدمتش مهرانشاه جمعیف را قصداً نکشته است. مهرانشاه جمعیف 25 ساله روز 7 فوریه هنگام سپردن سلاح در جای کارش بینای شعبه کارهای داخلی ناحیه 5 کشته شد. دادگاه روز 11 می همکاری او نسیم امیرزاده را در این واقعه گناهکار اعلان و به 3 سال حبس سکونتی محکوم کرد. این چنین حکم کرد که امیرزاده به پیوندان افسر کشته شده 100,000 سومانی پردازد. وکیل دفاع نسیم امیرزاده از مبلغ 100,000 سومانی تاوان ناراضی است. از طرف دیگر پیوندان افسر کشته شده از دادگاه ولایت ختلان طلب دارند که قرار دادگاه 5 را بیکار کند. قضیه بیننده ارجمند، وقتی برنامه آزادی اینجا با پایان رسید. خداحافظ شما.